سلام، خوش اومدید. من متوجهم و به چنل خودتون بازم خوش اومدید. یه چند وقتی میگذره که من یه چند تا توضیح گذاشته بودم توی چنل یوتیوبم که انجامش بدید. اومدم که بگم من انجامش دادم، خیلی نتایج گرفتم. زندگیم از این به این شده، یعنی از این به این شده، یعنی عوض شده. نحوه کتاب خوندنم، کارم، تلاشم برای هر چیزی که دوست دارم، برای هر چیزی که میخوام بهش برسم. من تو یوتیوب زندگیمو مستند میکنم و تجربیات تک تک مسیرمو میگم و قراره با هم دیگه هم صحبت کنیم، تعامل داشته باشیم. من تو یوتیوب قصدم مستندسازی زندگیمه، جوونی که قصد داره که هر روز از روز خودش بهتر باشه و جان زنه و به سمت ثروتمندتر شدن بره. من فقط یک کلمه بحثی که تو یوتیوبم دارم بعد از اون اینه که به دیگرانم بگم تو هر شرایطی هستید میتونید، حتی توی بدترین لوکیشن، حتی توی بدترین موقعیت میتونید خودتون رو بالا بکشید. درسته شاید کلی چیزایی نداشته باشید، شاید یه کار رو نتونید بکنید، ولی باید هر جوری هست به مسیرتون ادامه بدید و برید جلو. کتاب نداری بخری، میتونی پی دی افش رو بخونی. اگه دسترسی به منبع آموزشی نداری، میتونی توی یوتیوب سرچ کنی، توی جای دیگه بگردی. میدونی هر کسی هر چیزی رو بخواد پیدا میکنه. توی کتاب کیمیا میگفت هر کسی که از درون، از قلب این دنیا درخواستی داشته باشه، خواسته داشته باشه، حتما این دنیا کمکش میکنه. این جهان، کائنات و هر چیز دیگه، خدا میتونه کمکش کنه به خواستهش برسه. یعنی میتونه چه جوری میچینه که به خواستت برسیم. و همین من اومدم اینو بگم که تجربه‌مو به اشتراک بذارم و به خودم بگم این کارا رو انجام دادم در آینده و دیگران هم بتونن الگوبرداری کنن، انجامش بدن. و از این روند و این پروسه هم حتما فیلم میذارم، ویدیو میذارم، نشون میدم، چون میخوام مستندسازی کنم توی زندگی. امیدوارم هر روز از این روزتون بهتر باشید، حالتون خوب باشه، در موقعیتی که دوست دارید حالتون خوب باشه. این خیلی فلسفی. فعلا نه، اینجا تموم نمیشه، قرار خودمونی تر بشه و یکم صداقت بیشتر داشته باشه. دوستتون دارم، خداحافظ. بذار اینجا هم بهتون نشون بدم این چیزایی که نوشتم، عکس خودم هم گذاشتم. خیلی خوبه. قربونت برم، هر روزم قربون صدقش میرم. اینم که کتابایی که جدید تازه دارم میخونم، آیین دوستیابیه. میتونید شما بخونید یا اگه خواستید بهم بگید، منم توی چنل تلگرام بذارم. فعلا